دوستان گرامی، به نام خدا، حسین آجودانی هستم با بیش از 20 سال تجربه تدریس در مجتمع فنی تهران، نویسنده کتب کار و دانش و همچنین کتاب‌های جنبی رشته کامپیوتر در دانشگاه‌ها. چون اکسل کاربرد فراوانی در زندگی روزمره و همچنین در محیط‌های کاری داره، بر اون شدیم که بیایم و فرمول نویسی اکسل رو به صورت پیشرفته به شما عزیزان آموزش بدیم. هدف از این جلسات این هستش که شما بتونید توابع اکسل رو به صورت تو در تو به کار ببرید. استفاده از تابع ایف، استفاده از تابع اند، ایف های تو در تو، کار با توابع ایف و اند به صورت ترکیبی در این جلسه براتون در نظر گرفته شده. خب دوستان گرامی، معمولاً ما میدونیم که توابع یک سری آرگومان دارند و این آرگومان ها ورودی های تابع هستند و تابع به ما یک مقداری رو به صورت خروجی میده که معمولاً این خروجی رو توی سلول اکسل قرار میدیم یا خروجی رو به عنوان ورودی تابع دیگه ازش استفاده میکنیم. ما برای اینکه شما راحت‌تر بتونید با توابع کار کنید معمولاً یک شکل کلی تابع برای شما آوردیم که معمولاً این شکل کلی تابع رو شما معمولاً حفظ میکنید و بعد از این مدت کار کردن باهاش این روتین میشه و تو ذهنتون میشینه. ایف معمولاً یک شرط منطقی داره. هر شرط منطقی یک جواب ترو یا فالس برمیگردونه. اگر ترو باشه جواب این شرط منطقی به جمله اول میایم و اگر فالس باشه به جمله دوم خواهیم رفت و جمله دوم اجرا میشه. همونجور که در مثالی که همکنون میاد و شما میبینید، شما میگید که if اگر آیک من بزرگتر از 10 بود، یعنی مقداری که تو سلول آیک قرار داره اگه بیشتر از 10 بود، بیا برای من آیک رو به علاوه 2 کن بذار تو سلول. اگر نبود بیا آیک رو ضرب در 2 کن و مقدار رو برگشت به سلول بده. توجه کنید هر وقت شما فرمولی در سلولی میخواید بنویسید باید مساوی رو ابتدا قبل از اون فرمول در سلول قرار بدید، وگرنه فرمول شما به صورت یک متن در نظر گرفته میشه. خب ما اینو با هم تست میکنیم. من وین و آر رو فشار میدم تا اینجا در اصل ران ظاهر بشه، سپس اکسل رو تایپ میکنم و اوکی رو میزنم، وارد محیط در اصل نرم افزار اکسل میشم و بلنک ورک بوک رو انتخاب میکنم. میام توی بی این فرمول رو برای شما مینویسم مساوی ایف آیک بزرگتر از 10. باید به این دقت کنید که اینجا نوشته لاجیکال تکست، کاما باید بذاریم بین هر کدوم از مواردمون. در صورت درست بودن این جمله اجرا بشه، در صورت غلط بودن این جمله. گفتیم که آیک باید اگر اینجوری باشه به علاوه 2 بشه، در غیر این صورت آیک ما ضرب در 2 خواهد شد. خب من الان اگر اینتر بزنم 0 رو خواهم گرفت چون هنوز تو آیک چیزی نیست. اگر 5 رو بذارم 5 من ضرب در 2 میشه چون کوچکتر از 10 و اگر 12 رو بذارم 12 به علاوه 2 میشه چون بزرگتر از 10. در صورت بزرگتر از 10 بودن 2 باید اضافه کنه، در صورت کوچکتر از 10 بودن ضرب در 2 کنه. خب بدین ترتیب شما این موارد رو ملاحظه فرمودید. خب هنگامی که بیش از یک شرط داشته باشید شما میتونید از ایف های تو در تو استفاده کنید. یعنی میگید ایف شرط منطقی اگه درست بود جمله اول اجرا شه، اگر نبود بیا این یکی رو اجرا کن، یعنی یک ایف دیگه، دوباره یه شرط منطقی. یا بالعکس اگر ترو بود یه ایف رو اجرا کن، در صورتی که فالس بود یه جمله رو اجرا کن. یعنی میتونه اینجوری هم باشه و شما ازش استفاده کنید. مثلا نمرات دانشجویان طبق جدول زیر داده شده. ما بر حسب اینکه این نمرات در این رنج هستند، در این حالت ها با این نمرات هستند، میخوایم این رنج ها رو اعمال کنیم. یعنی اگه بین 0 و 10 بود به ما بد بده که اینجا الان هست،
اگر بین 10 و 15 بود 12 و 25 صدم به ما بده خوب. اگر بزرگتر از 15 بود مثل 15 و 75 صدم 19 به ما بده چی؟ به ما بده خارج از به ما بده عالی. در غیر این صورت اگه -2 وارد کرد، اگر مثلا فرض کنید 22 وارد کرد به ما بده خارج از محدوده. خب ما این موارد رو در فرمولمون میتونیم به این صورتی که خدمتتون عرض میکنم اعمال کنیم. دوباره وین آر رو میزنیم، اکسل میایم اینجا و بر حسب خونه آ1 تصمیم گیری میکنیم. میگیم که اگر آ1 من بزرگتر مساوی 0 و اگر آ1 من، دوباره باید یه ایف دیگه بنویسم، آ1 من کوچکتر مساوی 10 به من چه چیزی رو بده؟ به من بده بد. به من بده بد. یعنی من اینجا باید این بد رو ببندم. دوباره اگر آ1 من بزرگتر مساوی 10 و اگر آ1 من کوچکتر از 15 به من باید چی بده؟ به من باید بده خوب. یعنی بین رنج 10 و 15 بوده. دوباره در غیر این صورت اگر آ1 من بزرگتر مساوی 15 و اگر آ1 من کوچکتر مساوی 20 باید به من بده عالی. خب اگر توی این محدوده نبود به من باید عملاً چه چیزی بده؟ باید بده خارج از محدوده. خب اگر عدد من، حالا من باید پرانتزا رو به تعداد ببندم، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و 6 تا. اما دقت کنید اگر شما -2 بزنید الان فالس میگیرید. یعنی من اگر اینجا بزنم مثلا -2 فالس میگیرم چون براش تعریف نشده. اگه بزنم 6 بعد رو میگیرم. اگر بزنم 12 چون بین 10 و 15 است خوب رو میگیرم. اگه بزنم 16 عالی رو میگیرم. 22 بزنم خارج از محدوده بهم خواهد داد. اما برای -2 هنوز چیزی تعریف نکردم. باید عملاً در این قسمت هم شما یک کاما بذارید و بنویسید خارج از محدوده. خب من انگلیسی نوشتم، عذر میخوام. خب الان اگر شما بزنید -2 خیلی قشنگ خارج از محدوده رو میگیرید. ببینید شما برای اینکه ساده تر بشه فرمولامون از اند استفاده میکنیم. شکل کلی اند به این صورت هست که شما اند رو مینویسید شرط اول سیمیکالون، شرط دوم سیمیکالون، شرط سوم به همین صورت. نتیجه این اند یا تروه یا فالسه، یعنی یه نتیجه بولین یا منطقی برمیگردونه. فرمول قبل رو به این صورت میتونیم با اند بنویسیم. if and آ2 بزرگتر مساوی 0 سیمیکالون آ2 کوچکتر از 10 بنویس بعد. اگر نیستش بیا به اینجا. اگر آ2 بزرگتر یا مساوی 10 آ2 کوچکتر از 15 بنویس خوب. اگر آ2 بزرگتر مساوی 15 آ2 کوچکتر یا مساوی 20 بنویس عالی و در غیر این صورت بنویس خارج از محدوده. البته دقت کنید اینجا 2 تا سیمیکالون اشتباه تایپیه عملاً باشه. خب ما میتونیم خیلی راحت ببینیم که این کار رو میتونیم اینجا انجام بدیم. اینجا میتونیم من
میتونم اینها رو پاک کنم و کلا بنویسم and A2 بزرگتر از 0 و A2 کوچکتر از 10. البته بزرگتر مساوی 0، مساویش هم باید بذاریم، و A2 کوچکتر از 10. نتیجه که برگشت داده شد true بود، بیاد برای ما بنویسه bad. در غیر این صورت اگر باز دوباره and A2 ما بزرگتر مساوی 10 و A2 ما کوچکتر از 15 برای ما بنویسه خوب. و دوباره اگر and A2 ما بزرگتر مساوی 15 و A2 ما کوچکتر از 20، البته مساویش هم بذارم، خب برای ما بنویسه عالی. خب در غیر این صورت، یعنی اگه بین هیچ کدوم از این رنج‌ها نبود، بنویسه خارج از محدوده. دقت کنید ما اونجا 2 تا خارج از محدوده نوشتیم، ولی اینجا یه دونه خارج از محدوده کفایت میکنه، چون عملا رنج ها رو تست میکنه، میاد میبینه بین این رنج ها نیست و میزنه خارج از محدوده است. خب ما باید پرانتز هامون رو به درستی ببندیم. 2 bad، 12 خوب، 18 عالی و 22 خارج از محدوده، منفی 3 خارج از محدوده. پس به این صورت این فرمول هم نوشته شد. دوستان گرامی، امیدوارم این جلسه اول برای شما مفید بوده باشه. لطفاً تمریناتی رو که بهتون دادیم شروع کنید به حل کردن و نتایج رو در جلسات بعدی با هم دیگه میبینیم. این تمرینات مفیدی میتونه باشه و تمرینات عملی خوبی میتونه باشه. پس بنابراین حتما تمرینات رو به خوبی حل کنید. با تشکر.